مرد با ماشین خود به سفر برآمد. وقتی از آن در یکی از راه‌های بیرون از شهر بالای تپه چوپان را دید که مشغول خواندن نماز بود و گوسفندانش در گرد و اطرافش مشغول چرا بودند. مرد از دیدن این صحنه لذت برد و خود را به چوپان رساند. از او پرسید: چه چیز سبب شد که تو نماز را در وقتش ادا میکنی؟ چوپان جواب داد: وقتی من برای گوسفندانم نی میزنم، آنها گردی من جمع میشوند. حال وقتی که خدا مرا صدا میزند، اگر به سویش نروم، از گوسفند هم کمترم. از پایهایی که نمیتوانم ما را به سوی ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باشیم که ما را به سوی بهشت میبرند. میگویند به جنت نیست جای بی نمازان، دهد دوزخ سزای بی نمازان.